سلام. یه مسئله اعتقادی و مهمی که توی ذهن مردم ما در مورد تعاریف زبان، گویش و لهجه وجود داره اینی که مردم ما فکر میکنن، یعنی اینجوری بهشون یاد داده شده که فکر بکنن که این تعاریف برای ارزش گذاری گونه های مختلفه. یعنی اینجوری فکر میکنن که اگه ما به یک گونه بگیم زبان، این درجه یکه، اگه بهش بگیم گویش این میشه درجه دو، و اگه بهش بگیم لهجه این میشه درجه سه. من اینو بگم، اینو فارسی دارم میگم که اتنیک‌های مختلفی که درگیر این مسئله هستن اگه خواستن میتونن از این مسئله استفاده بکنن، از این مطلب. ما یک شکلی بالا داریم که فرض میکنیم که اون مربع سبز رنگ که کشیده شده این نماینده یک زبان هست. بیضی های به رنگ صورتی که هستش اینها نماینده یک گویشه و داخل این حروفی که نوشته شده اینها نماینده لهجه هایی هستن که توی اون گویش استفاده میشن. دسته آها، دسته بی ها و دسته سی ها اگه فرض کنیم داشته باشیم، ای پریم، ای زگون، اینها نماینده لهجه ها هستن و اون کل اون دسته ای ها نماینده یک گویش هستش و برای بی و سی هم به همین ترتیب. ما این رو الان داریم، یعنی این میشه هر زبانی رو به همچین شکلی، حالا با زیر مجموعه های مختلف، حالا مثلا اون بیزی ها بیشتر و کمتر میشه، یا اون گویش هایی که مثلا لهجه هایی که داخل اینها هستن هم میشه کم و زیاد بشه. میشه هر زبانی رو، گیلکی رو، کردی، فارسی، انگلیسی، همه زبان ها رو میشه این شکلی مدل کرد. ما فرض میکنیم که الان توی یک دوره‌ای هستیم که اصلا دسته سی ها، گویش سی ها و گویش بی ها اصلا وجود نداره. از گویش ای ها هم فرض میکنیم لهجه ای و لهجه ایزگون اصلا وجود نداره. ما فقط با یک لهجه که الان به اسم لهجه میشناسیمش باهاش طرف هستیم به نام ای پریم. فقط همین وجود داره الان، ما گونه دیگه‌ای نداریم. این ای پریم به تنهایی تمام ویژگی های یک زبان کامل رو داره، یعنی صامت داره، مصوت داره، کلمه داره، اسم داره، حرف اضافه داره، فعل داره، صرف و نحو داره و به طور کلی وظیفه انتقال مفهوم که وظیفه اصلی یک زبان، تعریف یک زبان هست، رو انجام میده. بنابراین تمام این لهجه هایی که وجود دارن، حالا این برای ای پریم مثال زدیم، برای هر کدوم دیگه هم میشه این مثال رو زد، یعنی فرقی نداره، همشون عین همدیگه هستن، همشون ویژگی های کامل یک زبان رو دارن و همشون یک زبان هستن. ما وقتی میگیم این گونه لهجه هست، ما در واقع این رو مقایسه کردیم با یک گونه دیگه. یعنی تعریف گویش و لهجه تعریفی هستن که در طول یک زبان ایجاد میشن. یعنی زبان باید حتما وجود داشته باشه که ما بیایم تعریف گویش و لهجه معنی پیدا کنه. اصلا تعریف ذاتی نیستن اینها با وجود زبان معنی پیدا کنن و یک مفهوم نسبی و برای مقایسه هستن، فقط برای اینکه میزان شباهت و تفاوت گونه‌های مختلف رو بخوایم نشون بدیم از این عبارات استفاده می‌کنیم و مفهوم ذاتی نیستن اینها. یه مثال دیگه ملموس اگه بخوایم مثلا در نظر بگیریم، فرض بکنید اسم یک کالایی بستنیه. ما هم میدونیم همه بستنی چیه. این بستنی میتونه گونه‌های مختلف داشته باشه. مثلا اگه فرض کنیم این رو مدل کنیم با گویش، مثلا میتونه بستنی از نوع چوبی باشه، از نوع لیوانی باشه، از روی قیفی باشه، یا انواع دیگه اگه موجود باشه. و خود اینها مثلا بستنی چوبی میتونه مثلا مگنوم باشه، میتونه سالار باشه، میتونه کیم باشه، یا هر چی که موجود هستش. برای هر کدوم از این زیرگونه ها همچین اتفاقی میتونه بیفته و تمام اینها به تنهایی اگه موجود باشن اینها بستنی هستند. یعنی ذاتاً تمام اینا بستنی هستند. اون تعریفی که ما از بستنی داریم، حالا از شیر ساخته شده، توش شکر استفاده شده، حالا هر چی که هستش، اون رو اون تعریف رو به ما میرسونه، یعنی اون مفهوم رو به ما میرسونه. و این هر کدوم از اینا رو ما اگه بخوایم مثلا با یک کالای دیگه، مثلا مثل ماست، مثلا مثل کلوچه، با هر چی دیگه ما بخوایم این رو قیاس بکنیم، هر کدوم از اینا بستنی هستن به تنهایی اگه گونه‌های دیگه‌ای موجود نباشن. و وقتی ما با گونه‌های دیگه مقایسه می‌کنیم این اسم‌ها رو بهشون میدیم. حالا اگه برگردیم به زبان،
بر اساس مرکزگرایی که وجود داره متاسفانه گویشورای زبان‌های دیگه‌ای که مثلا گیلکی زبانی که میاد فارسی صحبت میکنه یا ترکی زبانی که میاد فارسی صحبت میکنه یا خود فارسی زبان‌ها مثلا تاجیکی که فارسی صحبت میکنه، حالا یه گویش تاجیکی داره، مثلا اون هزاری که فارسی صحبت میکنه توی افغانستان و افراد مختلف مثلا حالا گویش ها و لهجه های مختلف زبان فارسی هستن، اینطور القا شده، اینطور معرفی شده که مثلا اون تهرانی اصلا لهجه نداره و کسای دیگه‌ای که غیر از اون لهجه و گویش تهرانی صحبت میکنن اونا لهجه و گویش دارن، که این اساسا اشتباهه و تمام این به اصطلاح گویشورهای مختلف، گونه‌های مختلف زبانی این ویژگی‌ها رو دارن، یعنی همشون لهجه هستن، گویش هستن و زبان هستن. اگه اینا موجود باشن در حکم مقایسه، موقعی که اینا رو با هم دیگه قیاس میکنیم، این مفاهیم رو بهشون نسبت میدیم. یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره اینه که این گونه‌های موجود زبانی که الان ما باشون روبرو هستیم معمولا اینجوری هستن که هیچ کدوم از اینا منشأ دیگری نیستن. اونایی که توی مثلا گیلکی فعلی ما الان باشون رو در رو هستیم، مثلا گونه‌های شرقی گیلکی، گونه‌های غربی، گونه‌های مرکزی، اینها یا مثلا اگه طایفه‌ای بخوایم بگیم گیلی، تبری، دیلمی، اینها هر کدومشون به تنهایی، هر کدوم مثلا اگه گویش و گونه تکلم، گونه که یک فرد تکلم میکنه رو در نظر بگیریم، تمام اینها نماینده یک زبانن. مثلا فرض کنیم هیچ گویش گیلکی، هیچ لهجه گیلکی دیگه وجود نداشت، فقط مثلا گویش یه منطقه، مثلا منطقه لیتکو آمل مثلا فقط وجود داشت، این خودش به تنهایی یک زبان مشخصا گیلکی رو نمایندگی میکنه و ما وقتی اون رو میگیم لهجه، وقتی میگیم گویش، در مقایسه با مثلا گونه آملی، شهر آمل مثلا با هزارجیری، وقتی مثلا با رشت مقایسه میکنیم، این تعریف گویش و لهجه رو بهش اختصاص میدیم.